گویی کتاب یک نوع موجود جاندار باشد. بنابر سنت هر کس می‌تواند از ای چینگ سوال کند و انتظار دریافت جواب‌های خردمندانه داشته باشد. بدین ترتیب به مغزم خطور کرد که شاید افراد ناآشنا با ای چینگ بخواهند عملکرد ای چینگ را ببینید. بدین منظور تجربه‌ای کردم که به شدت مطابق با طرز تلقی چینی بود. من کتاب را به صورت شخصی مجسم کردم و قضاوت او را راجع به موقعیت کنونی پرسیدم. مثلا پرسیدم در معرفی ای چینگ به دنیای جدید چه هدفی باید داشته باشم؟ اگرچه این روش کار با مفروضات فلسفه تائویسم هماهنگ است، معاهازا به نظر ما غربی‌ها بی نهایت عجیب و غریب می‌نماید. لکن حتی پندار بیهوده و عجیب و غریب دیوانگان و یا خرافات بدوی برای من هرگز غریب نبوده است. من همواره کوشش کردم که در عین کنجکاو بودن از تعصب بری باشم. چرا به محاوره‌ای با یک کتاب قدیمی اعتماد نکنیم؟ کتابی که مدعی است جان دارد؟ هیچ زیانی از آن به ما نمی‌رسد و ممکن است خواننده ناظر بر جریانی روانشناسانه باشد، جریانی که در طول زمان صورت گرفته است و طی هزاره تمدن چینی به کنفوسیوس‌ها و لاوتسه‌ها که هر دو بیان غایی مکتب معنوی و رمزی فلسفی بودند عرضه شده است. من روش